زنی آرام با چشمانی پر از راز که میان سکوت و شهرت زندگیش پر از حرفهای ناگفته است. کسی که از تئاترهای کوچک تا صحنه‌های بزرگ مسیری پر از عشق، افتخار و حاشیه را پیمود. اما پشت این لبخند آرام نگار جواهریان چه حقیقتی پنهانه؟ اینجا رادیو توب، صدای پشت پرده، جایی که هر بار پشت پرده یکی دیگه از رازهای بزرگ رو افشا می‌کنیم. اما قبل از اینکه دربارش حرف بزنیم، لایک و سابسکرایب رو بزنید که از ماجرای بعدی جا نمونید. نگار جواهریان در 22 دی ماه سال 1361 در تهران متولد شد. نگار که در سالن‌های کوچک تئاتر و کلاس‌های هنری تهران دختری خجالتی و پرشور بود، اولین قدم‌هاش رو روی صحنه برداشت. کسی که بعدها نامش با افتخار در سینمای ایران ثبت شد. با عشق به تئاتر و بازیگری وارد دنیای جدیدی شد. نگار جواهریان بازیگری که از خانواده‌ای فرهنگی و اهل هنر اومده بود. پدرش حسن جواهریان مهندس ساختمان بود و علاقه زیادی به تئاتر داشت. اون همراه خانواده بارها به تئاتر میرفت و حتی یکی از سهامداران سینما تئاتر تهران بود. این علاقه خانوادگی به هنر تأثیر زیادی در شکل گیری شخصیت هنری نگار داشت. نگار جواهریان با 2 خواهر به نامهای نازنین و نگین و 1 برادر در محیطی پر از فرهنگ و هنر بزرگ شد. خانواده اون بعدها به کانادا مهاجرت کردند و مادر و برخی از بستگانش در مونترال زندگی می کنند. همین ارتباط خانوادگی باعث شد که نگار نسبت به فرهنگ‌های دیگه و تجربه زندگی در کشورهای مختلف کنجکاوی داشته باشه. اما مسیر شهرت اون چگونه شروع شد و چه مراحلی رو طی کرد تا به یکی از بازیگران برجسته ایران تبدیل بشه؟ نگار فعالیت هنری خودش را از سنین نوجوانی و از 13 سالگی آغاز کرد. اون ابتدا علاقش به تئاتر رو به خانواده‌اش نشون داد و با اصرار و پشتکار به کلاس‌های تابستانی رفت. اون تابستان کوچک تبدیل به 2 سال و نیم تجربه مداوم تئاتر شد. از 20 نفر دانش آموز فقط 13 یا 14 نفر ادامه دادند. اما نگار از همون زمان نشون داد که استعداد و تعهد ویژه‌ای داره. در این دوره اون زیر نظر استاد بهزاد فراهانی، بازیگر و کارگردان برجسته ایرانی، آموزش دید. این تجربه اولیه نقش بسیار مهمی در شکل گیری مهارت‌های بازیگری اون داشت و باعث شد که با اعتماد به نفس بیشتری وارد دنیای حرفه‌ای سینما بشه. نگار خودش میگه من بچه‌ای خجالتی بودم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی بتونم بازیگر بشم. اما عشق به تئاتر باعث شد که کم کم مسیرم روشن بشه. این علاقه عمیق به هنر پایه‌ای شد برای ورود اون به دنیای سینما و تلویزیون. نگار جواهریان در سال 1380 با فیلم من ترانه 15 سال دارم به کارگردانی رسول صدر عاملی وارد دنیای سینما شد. در ابتدا اون یکی از گزینه‌های اصلی بازی در نقش ترانه بود، اما نهایتاً این نقش به ترانه علی دوستی رسید. با این حال نگار تونست نقش کوتاهی در فیلم داشته باشه و تجربه حضور در سینمای حرفه‌ای رو کسب کنه. بعد از بازی‌های کوتاه در چند فیلم و سریال، نگار جواهریان به طور جدی با سریال این راهش نیست به قاب تلویزیون اومد. این سریال به کارگردانی رضا میهندوست در سال 1382 از شبکه 3 سیما پخش شد و داستان فریدون، کشاورز روستایی و علاقمند به مطالعه و تحقیق رو روایت می‌کرد. نگار در این سریال با حضور در نقش‌های مکمل توانست توجه مخاطبان را جلب کنه و نامش به تدریج بر سر زبان‌ها بیفته. در سالهای بعد نگار در فیلم‌هایی مانند خوابگاه دختران در سال 1383 درخشید. این فیلم به کارگردانی محمد حسین لطیفی داستان 2 دوست، رویا و شیرین، با بازی باران کوثری و نگار جواهریان رو روایت میکنه که برای دانشگاه به شهری نزدیک تهران میرن و مجبور میشن در ساختمان قدیمی کنار دانشگاه زندگی کنند. فیلم با فضایی رازآلود و ترسناک بازی نگار رو در نقش شیرین به خوبی به نمایش گذاشت و استعداد اونو بیشتر نشون داد. اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی یعنی دنبال واقعیت هستی، لطفاً لایک کنید، در قسمت کامنت ها هم نظراتتون رو بنویسید و یادتون نره زنگوله رو بزنید که ویدئوی بعدی رادیو توب رو هم از دست ندین.
اما نقطه عطف و اوج شهرت نگار جواهریان فیلم طلا و مس 1387 بود. فیلم طلا و مس به کارگردانی همایون اسعدیان در ژانر درام ساخته شد و داستان سید رضا، طلبه‌ای که برای آموزش اخلاق به تهران اومده و با بیماری همسرش زهرا مواجه میشه رو روایت میکنه. نگار جواهریان با بازی در نقش همسر بیمار تونست عمق احساسی و روانی شخصیت خودش رو به بهترین شکل نمایش بده. این بازی برجسته باعث شد که اون در 28مین جشنواره فیلم فجر برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن بشه. همچنین در 14مین جشن خانه سینما نیز تندیس بهترین بازیگر نقش اول زن رو دریافت کرد. این فیلم و نقش آفرینی نگار نه تنها در ایران بلکه در جشنواره‌های خارجی در امریکا و کانادا نیز مورد تحسین قرار گرفت. نگار خودش درباره این نقش گفته: جذابیت بازیگری برای من در فهمیدن آدم‌ها، احساساتشون و جهانشون. نقش طلا و مس باعث شد که عمیق‌تر به زندگی و احساسات بشر نگاه کنم. اما نگار جواهریان در سال 1395 با رامبد جوان، بازیگر، کارگردان و مجری معروف ایرانی ازدواج کرد. مراسم ازدواج اونها در یونان برگزار شد و از همون ابتدا این زوج مورد توجه رسانه‌ها و مردم قرار گرفتند. در تیر ماه 1398 دخترشون نوردخت در کانادا متولد شد. این موضوع با توجه به اینکه تولد در کانادا موجب دریافت تابعیت کانادایی برای فرزند میشه، واکنش‌های گسترده‌ای رو در فضای مجازی و توسط چهره‌های مشهور کشور به دنبال داشت. رامبد جوان اعلام کرده بود که سفرشون برای اکران فیلم قانون مورفی بوده، اما همزمان با سفر تولد دخترشون برنامه ریزی شده بود. نگار و رامبد همیشه تلاش کردند حریم خصوصی خودشون رو حفظ کنند، اما این موضوع و شایعات بعدی درباره اونها باعث شد مردم و رسانه‌ها توجه ویژه‌ای به زندگی شخصیشون نشون بدن. در کنار فعالیت‌های خانوادگی، نگار جواهریان همچنان به بازیگری و انتخاب نقش‌های چالش برانگیز ادامه میده. زندگی شخصی نگار جواهریان همیشه با حواشی همراه بوده، از تولد دخترش در کانادا گرفته تا شایعات جدایی از رامبد جوان باعث شد بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به زندگی اونها توجه ویژه‌ای داشته باشند. با این حال بسیاری از افراد سرشناس مانند پرویز پرستویی از نگار دفاع کرده و تاکید کردند که حضور خانواده اون در کانادا و انتخاب محل تولد فرزندشون کاملا طبیعیه. نگار و رامبد همواره تلاش کردند تمرکز خودشون رو روی خانواده و کار حرفه‌ای خود حفظ کنند و به شایعات پاسخ مستقیم ندادند. در نهایت نگار جواهریان زنی است آرام که با هر نقش بخشی از روح و احساسات انسانها رو به ما نشون میده. اون با عشق، پشتکار و حساسیت خاصش نه تنها دنیای سینما بلکه دل مخاطبانش رو هم فتح کرده. زندگی نگار پلیست میان شهرت و حریم خصوصی، جایی که هنر و انسانیت همزمان میدرخشند. سپاس از شما که تا انتهای این ویدئو همراه ما بودین. برای حمایت از ما لطفاً لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه و حتماً علامت زنگوله رو بزنید تا اولین نفری باشین که از سوژه بعدی رادیو توب مطلع میشین. اینجا رادیو توب، صدای پشت پرده، و تا ویدئوی بعدی بدرود.